الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دو لشکر، دو گروه در منطقه با نام احد به هم روبرو شدند. هر یکی به هم دیگر نگاه می‌کردند. 30,000 مشرک در برابر 700 مؤمن ایستاده بودند. مؤمنان در راه خدا می‌جنگیدند و آنها باشد در راه طاغوت. جنگ سر شد. یکی از مشرکان برآمد، نامش طلحه پسری ابو طلحه بود. به میدان برآمده ندا کرد: کی با من می‌جنگد؟ او مردی بسیار شجاع و جنگاوری بود، میان مردم مشهور بود. بر ضد او زبیر ابن عوام برآمد رضی الله عنه، گفت من با تو می جنگم ای دشمن خدا. هر دو مبارزه می کردند. یک جنگ پرشدت بین آنها صورت گرفت. زبیر با کمک خداوند او را به زمین افشانیده با شمشیرش او را هلاک ساخت. پیامبر صلی الله علیه وسلم تکبیر گفت. این سرشوی جنگ بود. الله اکبر. مسلمانان تکبیر گفتند. الله اکبر. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر ابن عوام است. سپس مسلمانان به پا خیسته و به هجوم گذشتند. شعارشان ندای الله اکبر بود. روزی که لشکری مؤمنان با لشکری کفار روبرو می شوند. اینجا پرچم برداری مشرکان به زمین افشانیده شد. هرگاه کسی که میخواست پرچم کفر را بالا بردارد کشته میشد. یکی پی دیگری به زمین افشانیده میشد. همین طور از سبب برداشتن پرچم از یک خانه 6 نفر کشته شد. سپس این پرچم را از بنی عبدالدار به دست گرفتند که همگی آنها نیز کشته شدند. مؤمنان چنان مبارزه می بردند که همتا نداشتند. پروایی از غم دنیا در آنها نبود. ان الله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اما ابو دجانه که شمشیر پیامبر خدا را گرفته بود و در سرش لطه‌پاره سرخ را بسته بود، با شدت مبارزه می برد. اصحاب رضی الله عنهم می گویند: ما مبارزه کردن او را دیدیم و دانستیم که در حقیقت او مستحق این شمشیر است. یکی را می زد، دیگری را می کشت و بر دیگری می شتافت. ابو دجانه درباره خود می گوید: اسب سواری را دیدم که از زنهای مشرکان محافظت می کرد. به سوی او رفتم و با او روبرو شدم. وقتا با او نزدیک شدم و شمشیر را بر رویش برداشتم، ناگاه فریاد زد. وقتا رویش را کشادم دیدم که زنی است، نه مرد. و آن زن هند دختری عتبه بود. میگوید: من به شمشیر پیامبر خدا احترام گذاشته آن زن را در این جنگ نکشتم، با وجودی که او مبارزه می برد. او را ترک کرده رفتم. زبیر میگوید: من از خویشاوندان رسول خدا بودم، لیکن شمشیر را به من نداد، اما آن را به ابو دجانه داد. میگوید: وقتا ابو دجانه را دیدم که با مشرکان می جنگید، دانستم که او سزاوار این شمشیر است. مسلمانان از خود قهرمانی ها نشان می دادند. مثل شیرها در حال هجوم بودند. فرقی نمی کرد که کی روبروی آنهاست. هر اسب سواری را که می دیدند، هر کی از لشکری کفار را می دیدند، او را از پا می افشانیدند. یکی از آنها کی بود؟ شیر خدا، شیر پیامبر صلی الله علیه وسلم، حمزه ابن عبدالمطلب، که در راه خدا می جنگید. مثل قهرمانان می جنگید. به هر یک مسلمان 4 مشرک راست می آمد، لیکن آنها پروایی نداشتند. قوه ایمان و عقیده ثابتی که در آنها بود آنها را استوار نگه می داشت. در راه خدا می جنگیدند و پروایی نداشتند که کی در مقابل آنهاست. خونهای مشرکان جاری می شد. جراحت ها می برداشتند. اینجا قوه ایمان بالا بود و جنگ همانا به شدت ادامه داشت. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال. جنگ شدت گرفت. بندگان خدا با دوستان شیطان می جنگیدند. اینجا حمزه ابن عبدالمطلب به مثل شیری در حال جنگیدن بود. یکی از مشرکان همیشه او را تعقیب می کرد. او برای جنگ نه آمده بود، تنها برای کشتن حمزه آمده بود.
نامش وحشی ابن حرب که یکی از غلامان بود، در عوض کشتن حمزه برایش آزادی را وعده داده بودند. میگوید سلاحم را آماده کردم و او تیراندازی ماهری بود، از حبشه آمده بود. میگوید جویای فرصتی بودم تا حمزه را به قتل رسانم. او را دیدم که مثل شیری دران در حال مبارزه بود. هر مشرکی که با او روبرو میشد کشته میگردید. میگوید در پشت سنگ پنهان میشدم، در پشت درخت خود را پنهان میکردم، منتظری فرصت بودم تا اینکه فرصت برایم میسر شد. سلاحم را گرفتم و آن را به سوی حمزه هوا دادم که آن راست به شکم حمزه ابن عبدالمطلب زد. شیر خدا و پیامبر. میگوید او خواست به من نزدیک شود، لیکن او مغلوب شد و به زمین افتاد. وقتا که یقین کردم که او مرده است، سلاحم را گرفتم، میدان جنگ را ترک کردم. مقصدم تنها کشتن حمزه بود. خبری کشته شدن شیر خدا و پیامبر بین مسلمانان پهن شد، لیکن با وجود این آنها مبارزه را دوام میدادند، زیرا آنها به خاطر خداوند ذوالجلال می جنگیدند. ابوبکر، عمر، علی، سعد، طلحه، زبیر، مصعب همگی مثل شیر می جنگیدند که بجز خدا از کسی هراس نداشتند. مرگ را می جستند ولیکن مرگ از آنها فرار می کرد. اینها قهرمانان رحمان بودند. از جمله آنها مردی با نام حنظله بود. شب عروسیش بود. وقتا که ندای جنگ را شنید که می گفت ای اسب سواران خدا سوار شوید، شتابان به سوی جنگ شتافت و حتی از جنابت غسل نکرده بود. صفها را شکست تا اینکه به ابو سفیان نزدیک شد. سرلشکری مشرکان شتابان به سویش رفت و شمشیر را برداشت تا او را بکشد، اما از پوست شمشیر خورد و جام شهادت را چشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را بین آسمان و زمین دید که ملائک او را آب بازی می درارند. از این روز به بعد او را حنظله غسیل یعنی حنظله آب بازی داده شده می نامیدند. در این نبرد خونهای مشرکان جاری می شد. مسلمانان آنها را یکی پی هم می کشتند. اینجا پرچم مشرکان به زمین افتاد و کسی نبود تا آن را بردارد. خالد ابن ولید می خواست صفها را شکند، لیکن نمی توانست. آن تیراندازان از پشت مسلمانان را حمایت می کردند. هیچ گروهی از مشرکان نمی توانستند از پشت به مسلمانان حمله کنند، زیرا تیراندازان به خوبی از پشت آنها را محافظت می کردند. اینجا مشرکان پا به فرار گذاشتند و چیزهای خود را ترک کردند. مسلمانان باشد آنها را همچون غنیمتی جنگی می گرفتند. این حالت را آن تیراندازانی در کوه ایستاده دیدند. برای گرفتن غنیمت آن کوه را ترک کردند. سردار آنها عبدالله ابن جبیر به آنها می گفت ای مردم باز ایستید، جای خود را ترک نکنید، سخن پیامبر را به یاد آرید. لیکن همه آنها فرآمدند بجز اندکی که همراه عبدالله ماندند. حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. این حالت را خالد ابن ولید دید که پشت مسلمانان به حمایت ماند. خالد با گروه خود به آنها از سوی پشت هجوم کرد و آن چند نفری که همراه عبدالله ابن جبیر در آن کوه بودند همه آنها را کشت. ای کاش آنها نمی فرآمدند. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثابت ماندند، لیکن آنها استوار ماندند و جام شهادت را چشیدند. خالد ابن ولید این فرصت را غنیمت دانست و از پشت مسلمانان را شکست. مسلمانان سلاح‌هایشان را گذاشته بودند، مشرکان فرار کرده بودند، آنها در حال جمع غنیمت‌ها بودند. همگی یقین داشتند که پیروز شدند، اما ناگهان صف آنها را خالد ابن ولید در هم زد و از پشت با اسب سوارانش به میدان جنگ درآمد. کی را می جست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم را می جست. گروه خالد وارد شد. همراهش اسب سوارانی مشرکان بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه چند تا از اصحابش بود، اما بسیاری از آنها مشغول بودند، از او دور بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم پی برد که مشرکان صف آنها را شکستند و آنها در غفلت بودند. اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم از دور اصحابش را صدا کرد: ای بندگان خدا، ای بندگان خدا، به سوی من بیایید. خالد صدای او را شنید. مشرکان صدای پیامبر صلی الله علیه وسلم را شنیدند و دانستند که او در همین طرف است. شتابان به آن سو آمدند تا او را بکشند.
در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم 7 انصاری و 2 تا مهاجر قرار داشت. وقتا مشرکان نزدیک شدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم به اصحابش گفت: هر کی آنها را از ما دور کند پاداشش جنت است. هر کی آنها را از ما دور کند او رفیق من در جنت است. اینجا یکی از انصاری ها خیست تا آنها را دور کند، اما او کشته شد. و دومی نیز همین طور کشته شد. سومی و چهارمی نیز کشته شد، حتی که آن 7 نفر کشته شدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم را از طرف راستش سعد ابن ابی وقاص و از طرف چپش طلحه ابن عبیدالله بود. و کی مثل طلحه شده میتواند در چنین روزها؟ اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم تیرها را برای سعد ابن ابی وقاص پرتافت و گفت: تیراندازی کن ای سعد، پدر و مادرم فدایت، پدر و مادرم فدایت ای سعد، تیراندازی کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم پدر و مادرش را تنها برای سعد ابن ابی وقاص فدا کرده بود. اینجا مشرکان با پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیک شدند. سنگ ها می پرتافتند، با نیزه و تیرها می زدند. روی پیامبر صلی الله علیه وسلم جراحت برداشت و خون در بدنش جاری می شد و دندانش شکست. یکی از مشرکان با نام ابن قمیعه با اسبش به پیامبر نزدیکتر شد. وقتا نزدیک شد، در سپری پیامبر صلی الله علیه وسلم زد و 2 حلقه از آن سپر به پیامبر صلی الله علیه وسلم اصابت کرد. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم به او نگاه کرد گفت: خدا خارت کند، خدا خارت کند. سپس خون را از رویش پاک میکرد. به سوی قوم ندا کرده گفت: این قوم چگونه نجات می‌یابند در حالی که روی پیامبرشان را کفانیدند؟ خداوند این آیه را نازل کرد: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: خداوند قوم مرا ببخش، زیرا آنها نمی‌دانند، زیرا آنها نمی‌دانند. قریب بود به پیامبر صلی الله علیه وسلم برسند که گروهی دیگری از انصاری ها به گرد پیامبر صلی الله علیه وسلم رسیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: کی میخیزد؟ طلحه گفت: من. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: نه، بنشین ای طلحه. اینجا یکی از انصاری ها خیست تا آنها را دور کند، اما او کشته شد. حتی که این 10 نفر هم کشته شد. تنها طلحه ماند. گفت: من به آنها می جنگم ای پیامبری خدا. گفت: اکنون برای ای طلحه، اکنون برای ای طلحه. اینجا طلحه مشرکان را از پیامبر صلی الله علیه وسلم دور می کرد. یکی را می زد، دیگری را منع می کرد. به شدت مبارزه می برد، حتی که انگشتانش را از دست داد و او نالیش می کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: اگر بسم الله می گفتی ملائک تو را می برداشتند و این حالت را مردم می دیدند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم می جنگیدند، اما طلحه را باشد دستش در این جنگ از کار ماند. بدنش زیاده از 30 جراحت برداشت، لیکن صبر می کرد، مقاومت می کرد. در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم می جنگیدند. این گروهی کوچک یک پی هم از پا می افتیدند، لیکن از پیامبر صلی الله علیه وسلم محافظت می کردند. صحابگان از این حمله ناگهانی خالد خود را گم کرده بودند. اسب سواران مشرکان همه به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم می شتافتند. صفها در هم خورده بود. کسی نمیدانست که دوست کجا و دشمن کجاست. اینجا مشرکان مسلمانان را با بدترین شکل می کشتند و قریب بود که به پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیک شوند اگر آن گروهی از مسلمانان از پیامبر صلی الله علیه وسلم حمایت نمی کردند. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبأ الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة ألا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة اكتمال خلف الرماة أمر المصطفى جلهم خالف والحرب امتثال بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال هجم الحبيب
شج رأسه دمه الطاهر فوق الوجه سال هجم الحبيب شج رأسه دمه الطاهر فوق الوجه سال والبطولات تجلت حوله فغدا كالطود ما بين الجبال بعدها أسند في الشعب وقال اشتدت المعركة. جنگ در اطراف پیامبر صلی الله علیه وسلم شدت می گرفت. هر یکی از مشرکان می خواستند به او نزدیک شوند تا او را بکشند، زیرا آنها می دانستند که کشتن محمد صلی الله علیه وسلم چی معنا دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم را در اطرافش یک گروه از مؤمنان بودند، او را محافظت می کردند. آن مکان را ترک کردند. هنگامی رفتن ناگه پیامبر صلی الله علیه وسلم در چقوری افتاد. اینجا علی رضی الله عنه او را از دستش گرفت برآورد. طلحه باشد او را سپر بود و خون از پیامبر صلی الله علیه وسلم جاری می شد. او را در این حال ابو عبیده ابن جراح دید. آن دو حلقه ای را که به پیامبر صلی الله علیه وسلم اصابت کرده بود آنها را با دندانهایش برآورد، حتی که بعضی از دندانهایش افتاد و او تا آخری عمر خود فخر میکرد. خون جاری میشد و اصحاب در اطراف پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدند. ابو طلحه که تیراندازی ماهر بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش تیرها را آماده میکرد تا او تیراندازی کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم سرش را بالا میکرد تا ببیند که ابو طلحه چی کار میکند. او سینه و گردنش را در پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم میگذاشت و میگفت: مرا بکشند و تو را نه ای رسول خدا، سرت را نبردار تا این قوم به تو ضرری نرسانند. ابو دجانه از دور دید که تیرها به سر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میریزند. شتابان به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و جسمش را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم سپر کرد و تیرها بر جسم ابو دجانه میریخت، لیکن اون نمی جنبید. همه این برای محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم و دفاع از او بود. حتی زن با نام ام ایماره وقتا این منظره را دید و دید که مسلمانان پریشان شده اند و مشرکان به پیامبر صلی الله علیه وسلم هجوم بیارند، این زن خیست و با مشرکان جنگید. اما مصعب ابن عمیر باشد پرچم برداری مسلمانان بود. مشرکان او را تیرباران کردند، حتی که زیاده از 80 تیر بر او رسید. دستی راستش را بریدند، پرچم را به دستی چپش گرفت، سپس دستی چپش را بریدند، پرچم را با بازوانش داشت. کی بود این جوان؟ جوانی بود در نوش و نعمت، اما اکنون چی؟ جسمش به خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تیرباران شد، به خاطر این دین. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هر یکی از آنها می دانستند که می میرند، چاره ای نیست، اما باز می جنگیدند. مسلمانان در اطراف پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدند. صفها به هم آمیخته شده بود. کسی نمی دانست که مسلمان کی است و مشرک کی. بلکه حذیفه ابن یمانی پدرش را از دور دید که مسلمانان او را گیر کردند و میخواهند او را بکشند. حذیفه گفت: او پدری من است، او پدری من است، لیکن او پدرش را دریاب نکرد. مسلمانان گمان کردند که او مشرک است، او را کشتند. گفت: خداوند شما را بیامرزد، او پدری من بود. حتی که بعضی از مسلمانان به سبب بعضی دیگر کشته شدند، زیرا صفها به هم آمیخته شده بود. نمیدانستند که کی از کدام گروه است، نمیدانستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم کجاست. بعضی آنها او را محافظت میکردند، اما بسیاری از آنها نمیدانستند که او در کجاست. اینجا شیطان میان آنها فریاد زد: محمد کشته شد، محمد کشته شد. و ابن قمیعه که مصعب را کشته بود گمان کرد که او محمد است. فریاد زد: محمد را کشتم، محمد را کشتم. اینجا دل سردی مسلمانان را فرا گرفت. آنها ناامید شدند و این خبر به بعضی از مسلمانان رسید: پیامبر خدا کشته شد. بعضی از آنها نشسته گریه میکرد، بعضیشان آنجا را ترک کردند زیرا حبیبشان کشته شد. اینجا انس ابن نضر دید که مسلمانان عقب نشینی میکنند. به آنها گفت: چی کار میکنید؟ گفتند: پیامبر وفات کرد. گفت: زندگی به پیامبر را چی کار میکنید؟ زندگی به پیامبر را چی کار میکنید؟ شمشیرش را گرفته به سوی مشرکان رفت. سعد ابن معاذ را دید، گفت: چرا نشسته ای سعد؟ گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم کشته شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم کشته شد. گفت: حیاتی به پیامبر به ما چی لازم؟ ای سعد، بوی جنت به مشامم می آید.
آن را میبویم، من آن را در پشت احد میبینم. شمشیرش را برداشته به مشرکان حمله کرد. جراحت میبرداشت لیکن به پیش میرفت تا اینکه به زمین افتاد. چه خوش است جنت و نزدیک شدن به آن. چه خوب نوشاکی های خوب و خنکی دارد. اصحاب با پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چنین روزها بیعت کردند، برای مردن در راه خدا. یکی از انصاری ها که در حال جان دادن بود می گفت اگر پیامبر خدا کشته شده باشد به تحقیق او رسالتش را رسانید. خیزید و برای آنچه که او آمده بود جان بدهید. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. یکی از مشرکان که ابی ابن خلف بود دانست که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمرده است. به آن گروه که پیامبر صلی الله علیه و سلم را محافظت میکردند رسید. گفت کجاست محمد؟ من در امان نمیمانم اگر او نجات یابد. من در امان نمیمانم اگر او نجات یابد. و او میدانست که پیامبر صلی الله علیه و سلم جراحت برداشته است. اصحاب گفتند که او را میکشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نه. پیامبر صلی الله علیه و سلم تیر را گرفت و به نزد او رفت و آن تیر را به سوی او هوا داد. آن تیر به گردن او زد و او جراحت برداشت. به نزد قومش رفت و گفت محمد مرا کشت، محمد مرا کشت. و بعد از چند ساعتی وفات کرد. وقتی که جنگ خاموش شد و هر گروهی به نزد قوم خود برگشت، مسلمانان بعضی به کوه‌ها پناه بردند. بعضی از آنها در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. اینجا مشرکان جسم‌های بیجان آنها را مسلح کردند. حتی که هند بنت عتبه به نزد جسم حمزه ابن عبدالمطلب آمد، جگرش را برآورد و گوش و بینیش را برید. همه این به خاطر بدبینی پیامبر صلی الله علیه و سلم و به خاطر بدبینی نسبت به اسلام و مسلمانان بود. مسلمانان پیامبر صلی الله علیه و سلم را گیر کردند. او را از مشرکان محافظت می‌کردند. مشرکان گمان کردند که پیروز شدند و محمد را کشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میانی اصحابش بود. همراهش علی رضی الله عنه بود که آب را بر رویش میریخت و فاطمه رضی الله عنها باشد خون را از روی پیامبر صلی الله علیه و سلم تازه میکرد. فاطمه دید که خون زیاد رفته ایستاده است. پارچه از متاع را گرفت و آن را سوزانید. سپس آن را گرفته به جراحت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. خون از ریختن باز ماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم را چنین نگاه و بین میکردند. ابو سفیان اینجا خواست که یقین کند که محمد مرده است یا نه. از مسلمانان سوال کرد آیا محمد میان شماست؟ هیچ کسی او را جواب نداد. سپس باز پرسید آیا میان شما پسری ابو قحافه هست؟ یعنی ابو بکر. هیچ کسی از مسلمانان جواب نمیداد. سپس گفت آیا میان شما عمر هست؟ اینجا کسی با او جواب نمیداد. سپس عمر خیست و به ابو سفیان آن سرلشکری شیر گفت بیشک خداوند مانده از کسانی را که به تو ضرر رسانند ای ابو سفیان. سپس ابو سفیان به یک کبر و غرور گفت اعلو هبل، یعنی هبل بالا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت آیا جوابشان نمیدهید؟ گفت چی بگوییم ای پیامبر خدا؟ گفت به او بگویید الله اعلی و اجل، یعنی خداوند بالاتر است. اصحاب گفتند الله اعلی و اجل. سپس ابو سفیان گفت پیروزی از ماست نه از شما. گفت جوابش را دهید. گفتند چی بگوییم ای رسول خدا؟ گفت بگویید الله مولانا ولا مولا لکم. وقتا که شما عزا داشته باشید خدای ما پروردگار عالمیان است. سپس ابو سفیان گفت امروز قصاص روزی بدر است، ما برابر شدیم. عمر به او گفت ما به هم برابر نیستیم. مردگان ما در جنت است و مردگان شما در دوزخ. هیچ برابری میان ما نیست. سپس ابو سفیان از عمر خواست تا به نزدش برآید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفت برو ای عمر. ابو سفیان گفت خدا تو را نگه بدارد. آیا محمد زنده است؟ گفت آره و او دارد تو را میشنود. ابو سفیان به عمر گفت تو نزد من راستگوتر از ابن قمیعه هستی، آن مرد مشرکی که آوازه کرد که محمد را کشته است. ابو سفیان گفت موعد آینده ما در سال آینده در منطقه بدر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت به او بگویید آره این بین من و شماست. جنگ در احد تمام نشده است. بین هم در سال آینده موعد گذاشتند. سپس هر یکی به اردوگاه خود برگشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش را روان کرد تا کشته شدگان را از نظر گذرانند تا ببینند کی از میان آنها وفات کرده است. 70 مرد از میان مسلمانان جام شهادت را چشیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش را روان کرد تا سعد ابن ربیعه را جویا شوند.
و آنها گفت سعد ابن ربیعه را بجویید و سلام من را به او رسانید و به او بگویید که خودش را چگونه احساس می کند. وقتا او را دیدند که نفسهای آخری عمرش را می کشید، به او گفتند ای سعد، پیامبر به تو سلام می دهد و می گوید که حالش چگونه است. گفت سلامی مرا به او رسانید و به او خبر دهید که من بوی جنت را می بویم، من بوی جنت را می بویم. سپس به سوی قومم انصاری ها روید و آنها بگویید هیچ خیری در شما نیست اگر پیامبر آزار بیند، هیچ خیری در شما نیست اگر پیامبر آزار بیند. سپس جام شهادت را چشید. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مردی را با نام اسیر یافتند، با او نگاه کردند که لحظه های آخری عمرش بود، نفس های آخرش را می کشید. او مردی بود که تا این دم او را دعوت می کردند، اما او ایمان نمی آورد، نمی خواست مسلمان شود. با او گفتند آیا اسلام را نمی خواهی؟ گفت به خدا سوگند که من می خواهم اسلام را، به خدا و رسولش ایمان آوردم. سپس وفات کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت او در جنت است. هیچ نمازی نخوانده بود. میان آنها مرد یهودی را با نام محیرقه دیدند. وقتا که جنگ را دید به قوم یهود گفت شما میدانید که پیروزی از محمد است، شما را لازم است که او را کمک کنید. سلاحش را گرفت. با او گفتند ای محیرق، امروز روز شنبه است. گفت شنبه ای در کار نیست، اگر من وفات کردم مالم از محمد است. یهودی با مسلمانان جنگید. وقتا وفات کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید. گفت محیرق بهترین یهودی است، محیرق بهترین یهودی است. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم جسدی حمزه را دید از چشمانش اشک ریخت. جسمی او را مسله کرده بودند، گوش و بینیش را بریده بودند، حتی که روده هایش را برآورده بودند. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دید گریست و گفت هیچ مصیبتی به مثل مصیبت امروزه به من نرسیده است. سپس گفت سوگند به خدا که در عوض این 30 نفری آنها را مسله می کنم. خداوند این آیه را نازل کرد. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت صبر میکنم و این کار را به خداوند ذوالجلال حواله کرد. صفیه آمد، خواهر حمزه، عمه پیامبر صلی الله علیه وسلم، برادرش را میجوست. پیامبر صلی الله علیه وسلم به پسری او زبیر ابن عوام گفت مادرت را نگذار که او را ببیند. گفت ای مادر، به او نگاه نکن، او را مسله کردند. صفیه گفت صبر میکنم. وقتا او را دید صبر کرد و ثواب صبر را از خداوند انتظار شد. برای کشته شدگانشان حتی کفن نمی یافتند، حتی که مصعب ابن عمیر را چیزی نمی یافتند تا او را کفن کنند. اگر کرته اش را به سرش می پوشانیدند پایهایش نمایان می شد و اگر پایهایش را می پوشانیدند سرش نمایان می شد. این همان مصعبی است که در نوش و نعمت زندگی می کرد. خداوند در این لحظه ها این آیه را نازل کرد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صحابگان غمگین شده بودند و پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها خبر داد که آنها روز قیامت در حال زنده می شوند که پیامبر شاهد و گواهی آنهاست. جراحت هایشان نزد خدا پاکیزه است، رنگ ها رنگ های خون و بوی ها بوی های میسک و آنها تا حال زنده اند، در نوش و نعمت های جنت سیر می کنند. اینجا صحابگان کمی اطمینان شدند. آن رفیقانی که از دست دادند همگی شهیدی راه خدایند. هنگام دفن آنها چه لحظه های تلخی بود. 2-3 نفر را در یک قبر می گرانیدند. پیامبر صلی الله علیه وسلم کسانی را که قرآن را زیادتر می دانستند اول آنها را می گرانید، سپس دیگران را. سپس نماز بر آنها خواندند و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را وداع گفت. چه لحظه های دردناکی بود، لیکن خداوند ذوالجلال خواست درجه آنها را بلند بردارد و از میان آنها شهیدان را انتخاب کند. كالنور في جنح الظلام
هاديا يضيء دروبهم وكأنه